بیا آغوشت گیر. خیلی بیشتر بخوری با مزه یا که بگزیش با مزه. خانم جون دوستت می‌دارم. در عشق دلش پیداگیم. کرتای چکم بطن صدای نیوچن کرتای چکم بطن میرم همون ثانیه ها رو درست بینید که مخلصان بود صبح میکنه من narcomanităim, bătete doza mă, loncai buităim, bătete doza mă. Audio Jungle. سلام مخلصان و هواداران برنامه 10 شرط با شرط های جالب و مهمانی نو مهمانی خاندان شما هستیم و این لحظه ها مهمانی برنامه ما هستند آوازخوان و حجم‌نگار جوان مهیا بانو از گروه عربشا کمپانی. خوش آمدید به برنامه. خوش باشید، سلامت باشید. و فکر میکنم شما برنامه ما رو تماشا کرده اید، از شرط های آن آگاه هستید و آماده باشید اگر وقتی قیمت مخلصان رو نمیگیریم برنامه رو شروع میکنیم. اولا سلام خود رو میرسونم به شما کامران جان. تشکر که ما رو دعوت میکنید زود این رو به نظر میگیرید. خراب شده؟ تابستون اخی از شوهر کردین؟ نه نکردین. برای که بعضی شوهر میکنن عذاب میکشن خراب میشن، بعضی ها برعکس. نه نکردین شوهر. از اون برنامه پیدا نشید اون؟ نه یک چند تا کاندیداتورا برو اومده و محکوم نشدن. از این برنامه انیق پیدا میشود. مخلصان عزیز مهیا بانو شوهر کردنی است. در کامنتاری رو نویسید بعد چخ میکنیم حاضر برنامه رو سر کنیم. مرحبا. از کجا سر کنم کاندرا؟ از کجایش منقولت باشه. وان که نخونود رنگ شمشیره دوره عصر ده. واه خدا جون با قدم قربان ایساری محبت کنی. هیچ کنه گرفته ما اخیر زن یا ما قربان بشم ده میگرفته باشم من که پاپولار میشین برای چی نمیگیره قدر دختر زیبا جوان خیر قدم جون قدم جون دوستت میدارم در عشق دلش پیداگیم اگر تماشا کرده باشی گپای مرا فهمیده باشی دوستت میدارم قدم به شوخی گفتم شوخی ندارم سریوز نگفتم که دوستت میدارم دوستم بدار میبرش میره قدش چگم چیه؟ چگم جایم نو تاریکو او برده بودم جا با او سیل تیل نبارم زن شبورده هست شما را میبرم نخو مرا نه که من صاحب بکا که مرا سیل نهومده هم یکم بارانی سخت برام میبرم سیل ما تمنا میکنیم که سیل نبرد قدم برد برای شرط دیگر رو میبینیم یک قدم را زن میزنه میگه دختر خشورا بگیدی و اکبر ما چی جوش میریم لیبو بریم زن زده که عبدالرحمن و اکنن در یک دقیقه 3 پفکه کفونی در یک دقیقه بله یعنی شرط اصول همه کم کم با ورزش مشغول میشوند و نمی صنعتکارا اپراتور دقیقه رو میبیند 1 2 3 پتسه پد بده نخونه ترنگی چلاو خیرت همین نخونه بوده اصلا که کفوندنی بفکر نخونهش نمی چلاو رو که بابای من این نساس دم شما را اگه ولکانیزاسیا در برنگو دیگه نساس نکن میگم ببرم یا برا کنی برنامه بوده فقط بای میتیم سرم چاپ زده باید نفس نکن این شرط رو هم خیلی خوب اجرا کردن مرمت شرط دیگر رو ببینید گفتیستم که مرا نفران ماشینوشون بالونوشون میکنم و اکای عبدالرحمن ما انگی ندارم بیای ما مروجنی نخورم نه دوست نمیدارم مروجنی دوست میدارم نه که خیلی یک خیلی شرطه کو با خواهش مخلصه و با خواهش شما گپ شما را رد کردن درست نیست اپراتور خواهش میکنیم که مروجنی که ما را از وی بیارم از اپراتور ما خواهش کردیم من یخماس رو آوردن و کوشش میکنن مهیا بانو در یک دقیقه این یخماس زیبا رو استعمال کنن خیلی چند قکی اسپیت کنم که عبدالرحمن میرویم 1 2 3 کم میخورید مروجنی؟ واقفه من نمیخورم چی نمیخورید؟
نغمه ببینیم با فیلم ترسیم برای انگینوتان آوازه را خسته میکنه با شما سراینده شدن با مزه بده تویستون نیست پگه بود نشم یکم بوره من رو بزن اوش شود میلیس یکم شما میلیسن یا میخواه چه خیلی خوب سنگه خیلی ریشته بخیلی با مزه ها که بگذیش با مزنی که دندونو دیخ میکنه او دا که هم زبان خطی لیسیده هم میگیری چقدر وقت مون؟ 4 3 2 1 بخرین دوام تی ولی بعدی برنامه میکنم در پیش مخلصان شهر میدارند و بعدی برنامه گزیده سلامت باشید و هرچند پره نتونستم ولی کوشش کردن از شرط ما دست نکشیدن به شرط دیگر یک رقصی کلوبی کنید شما خیلی دختر زیبا هستید من فکر میکنم که از اجرای این شرط و خوبی میبره من با شما یک موسیقی میمونم کنی خیمونی یک کوشش کنیم شما باید که برای مخلصان برنامه ما یک رقصی کلوبی کرتای چکم بطن صدایی نیوچن کرتای چکم بطن صدایی نیوچنگه نازنین میار کلابی در نظرم درو نیابی انسامبل پدیده گشت از رقصه کفته من رقصه من تالنت گیرین برنامه ما بریم سلامت باشه سلامت شرط دیگر اکا دراماجون بیو میزه دیگه میزه با ما خد کلوبیو کدومش سانت کورس رقصه داریم رقصه کوفیزه لبو چی در یک دقیقه یک جوری مکارو خود اکا درامون من بینندگان عزیز جواری مکه رو آوردیم تر و توزه نمک کردگی کم کردگی که با شور نشود تشکر نیکی غوصی بد در کنید هم کونه از همه باریک شمی بود از همه باریک خیلی چند قشکی اسپید کردم بله 1 2 3 میرویم همون ثانیه ها رو درست بینید که مخلصان بود حساب میکنید سخت شده است سخت است کم ترک سخت شده است من خودم بسیار همیشه دوست میدارم ایچی فویده آوره؟ بله ولی که بیرون این برنامه میخورم چهار سه دو یک سلامت باشید بر صورت وقتی کامیتیم اوش شود و چگونه که بینندگان عزیز شما شاهد هستید مایابانو کوشش کردن که جوری مکه رو استعمال کنند اما متاسفانه پورا نتونستن ولی بعد از برنامه وعده میدیم که هم پورا میخواد پیشکرکون میکنیم یک جوی من و مهیا و منجا تسخرکون میکنیم من شرط دیگر رو میدیم من خونم بله یک افندی نقل کنید یکان افندی شوخ بخاطر مخلصا من معایبانو کوشش میکند که برای شما یک افندی شوخ نقل کرده باشد مرا میشنم امی یک افندی بوده است نکردرمون زنش هم میگیره بزرگ میروه که یک همسایش میبینشه میگه سلام علیک میکنه میگه چو کردی تو میگه همسایه زن تا تو وحشه بزرگ نمیوردی چی به زن تا بزرگ آورده ای مقصد با میگه که خیلی دل ما گرفته همی زنک در دل ما گرفته میگه همی زنک نمیفورم دیگه سر شدگی ما زنم میگم بفروشم شو دبولش قدگه سومون هم زنی تو معقوله ما زنی تو را بخرم میگه سلامت خیلی عجایی مرامت شرط دیگر رو میبینیم اکا عبدالرحمن جون شما خونه شما میخونه نامی سه پرینی پیشینه اتون رو گیرید که شما دوستشون میداشتید پیشینه هم باشه میشه از همون وقتی که
سر کرده دیویژنی را راستی اگه خیلی پاری نبودن خیلی وقتی دختری ها نغز میبینی که نمیدونن او آدم که تو را نغز میبینی شما نغز میدیدینشون و یا چون نمیدونستن نه یکم چی نام داشت؟ خسرو سبحان اسلام من خسرو سبحان اسلام اگر برنامه ما رو تماشا کرده باشید جو صدها خسرو اسلام هست و ما زنگ میزنن نه وای ما را اگر بینن میشناسن وای میدونن که ما کیم چیم ها یکی بیاین واه اگر بیاین اگه اوجه خیلی دل اوجه اگه عشق کودکی بود اگه عبدالرحمن وای گذشتگی رفتگی جوش دیگر کس گرفتگی دیگر کسا گرفتگی بله نه قدم قربان بازی دادیم فقط تنها قدم قربان 24 ساعت در فکر قدم قربان دیگه یگون زود سلامت باشید زنده باشه اکا عبدالرحمن جون من میکشم شما بخونی اکا عبدالرحمن میشه و دکسه یک ریپ خونید اوه انا برای مخلصان برنامه ما مخلصان ریپ هم در کانال ما هستن فکر میکنم راستی من همه ریپ را گوش میکنم اینی که مامی وقتی برنامه رالیکا گوش میکنم دو درکای سروداش ریپوش به نهایت معنی داره مضمون داره بعد شون هم خیلی خوش رو میخونه بعد پیشتره خیلی ریپی اول اگر بگیم شون بودک بعدی شون بخشت و چور برومدگی بخرم سرودای خوش رو داشت ریپوی نغز داشته که من ارکمانیتیم بتت دازما لونکای بویتیم بتت دازما آزی شکستگیم بتت دازما بیا خوشت گیم امی باید امی سرودی که کو بخشت چون بیا ما بخونم بعدی اونا داتای خونه دیگه من نیستم داتای خونه تمام خیلی کاروچه نشه قبول است خیلی باشه قبول کنی راستی ما خلقی میخونیم و ریپ او قاقا برامون بله معلوم است از لیبوساتون معلوم است که شما سرود خلقی میخونید مرام شرط دیگر ممکن ارکمان کی بدی نفهمیدم همیشه مخفی است قدم قربان در یک دقیقه 5 سقیچ رو خواهید واه او چای جون 5 سقیچ کم است اقلا سقیچتون دیرول باشه اکای عبدالرحمن دیرول با مایده ترکای دیرول نه سقیچ های نو زنین اکای عبدالرحمن جون 1 2 3 4 5 ریال نه 5 تا چون ریال نشتوله نه چیله 1 2 3 نچیلی так ایره من точно успею میکنم بوی خربزه میکنم بوی خربزه من برایش مشته با همین بامزه ها شگرفتم رحمته چوقو یا زرده ببینی همه چیز زرده خدا بی مرا زرد کنم آمین انشالله سبزش میکنه اسپاس انشالله سرخش میکنه سرخ سیاه سبز کنم سلامت باشید از اجرای این شرط و خوبی برآمده شما سقیچ رو خویدن گیرید من شرطی اخیران رو ببینم و اخیران شرط رو بینندگان عزیز من میخونم اینجا و مایبانی کوشش میکند که اجرا کند در یک دقیقه همین بقلشکه 0300 گرمه کوکاکولا رو کوکاکولا شما چی فکر کردید؟ یک را گفتم باید اون چی دیگه شیشه عرق خیلی شیشه کنیاک پیوا خدا پناهتیه اکا عبدالرحمن او مای داکا انشالله که سر کنم как развачка خوردم جگوری خوردم раз два три яхрим поён рава бале газ дорад газо шамо набровардем чима набровардем ака абдурахмон ҷон хай мумкин нест охе ба шумо рағам тяшав зуд бошед ки ака абдурахмон шама балиса мерам манҷа ба камтар банавор бигирем барои мухлисо мана маёбону кока-коларо куш мекард як дақиқа гари газ дора зуд боше як бори дигар бахрахкаша нахӯрем бора ҳамин биҷухан то бегайра мада об аст то бегайра об аст دوستان عزیز مخلصان برنامه 10 شرط شما شاهد بودید که معیوبانه شرط ها رو کوشش کردن که جالب اجرا کنن تشکر میگیم زنده باشن که خیلی دختر
صمیمی هستند، خوش صحبت هستند، خوش چقچق هستند. خودی من هم وقتی که با او هم صحبت میشم خیلی خرسند میشم راستی. و در کارهای منبعه شما به شما برار میخواهیم، تشکر میگوییم به شما که دعوت ما را قبول کردید و در آخر به مخلصان چی تمنیات دارید؟ تمنا میکنم که زنده باشن، سربلند باشن و شکرانه میکنم که در این چنین دولت آبادی زیبای گوگل شکوفان زندگانی میکنم و از مخلصا خواهش میکنم که التماس تماشامون هم نکنین، سخنهای قبیح نزنین، هر خیلی گپا نگین. با یک بار دیگه برنامه گذشته گفتگی بدم، با خواهش میکنم مقصد شما مورا چیزی که میگه مورا نمیگه، خطا نمیگه، خانواده خطا نمیگه و این چنین باز هم خیلی زنده باشن. کدومی که مورا گوش میکنه، کدومی که مخلصی ما زنده باشن، سلامت باشن، لایک های نقص، کامنتاری نقص کنن. تشکر زیاد به شما هم که شما ما دعوت میکنن کبرام زنده باشید. و بینندگان عزیز با امید دیدار خداحافظی میکنیم با شما تا برنامه‌های دیگر. خیر.